یک روز موضوع فلسطین موضوع صرفاً کشورهای اسلامی. امروز مسئله فلسطین و مسئله غزه یه مسئله عمومی جهانی است. دنیا بایستی در مقابل این حادثه تصمیم جدی‌تری بگیره. دولت‌ها، ملت‌ها، شخصیت‌های فکری، سیاسی در عرصه‌های مختلف امروز خباثت‌های رژیم صهیونیستی، رژیم بیرحم صهیونی، واقعاً کلمه بیرحم کلمه کوچکی است. امروز دل بسیاری از ملت‌های غیر مسلمان رو به درد آورده. علیه رژیم صهیونی در آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی تظاهرات انجام میگیره. نمیخوان ببینن اینها رو. دولت مردان غربی نمیخوان اینها رو ببینن، بفهمن، بدانن ملتاشون چی فکر میکنن. میگن اون دانشگاهی که دانشجویانش آمدن به نفع فلسطین تظاهرات کردن بودجهش رو قطع کنی در آمریکا. اینم گردش آزاد اطلاعات، اینم لیبرالیسم، آزادی، حقوق بشر. اینجوری اینا برخورد میکنن. نه، امروز ملت ها با این خباثت هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده مسلماً مخالفن، معارضن، برابر اینها هر جور بتوانند، هر که بتوانه مقاومت میکنن. مردم دنیا عصبی هن و میدانه انسان که این روحیه خشمی که در مردم به وجود آمده، این آزار وجدانی که در این کشورها به وجود آمده، اینو عکس‌العمل ایجاد خواهد کرد. هیچ کس نمیتونه جلوی این عکس‌العمل رو بگیره. هرچی هم تلاش کنن نمیتوانن جلوی این عکس‌العمل رو بگیرن. امروز دنیا تحت تأثیر مبارزات مردم غزه و فلسطین. دنیا به این مردم به چشم قهرمان نگاه میکنه، هم به مردمش هم به مبارزانشون، به گروه مقاومتشون به چشم قهرمان نگاه. اینا قهرمانن. جالب است که دو چیز رو مردم دنیا در مورد مردم غزه و فلسطین در کنار هم قبول دارن. یکی این که اینا مظلومن، یکی این که اینا پیروزن. اینا همه دنیا قبول، هم مظلومن، مظلومیتشون دنیا فهمید، هم پیروزن. هیچ کس امروز در دنیا نیست که تصور کند که رژیم غاصب خبیث صهیونیست در جنگ غزه پیروز شده. همه میگن شکست خورد. در نقطه مقابل رژیم غاصب در نظر مردم دنیا و سیاسیون دنیا و آحاد مردم دنیا از مسلم و غیر مسلم هم ظالم است، گرگ خونخوار است، بیرحم است، هم مغلوب و شکست خورده و ناامید و متلاشی شده است. تشکیل هسته‌های مقاومت جهان این تحقق پیدا کرد. یعنی الان شما نمونه‌هاشو دارید مشاهده میکنید در منطقه خودمون. حالا باش تا صبح دولتش بدمن که این هنوز از نتایج سحر است. در منطقه شما ملاحظه میکنید همون هسته‌های مقاومتی که امام خبرش رو داده بود، بشارتش رو داده بود، امروز در حال تعیین سرنوشت این منطقه هم. سرنوشت این منطقه ما رو هسته‌های مقاومت داره تعیین میکنه. یه نمونهش همین تو کون الاقصاست. امروز البته نظام خبیث صهیونی امروز منزوی ترین دولت دنیاست، منفور در این دولت دنیاست، در این شکی نیست. ما معتقدیم ظلم بزرگی در منطقه دارد انجام میگیرد به وسیله وجود رژیم صهیونیستی. این یک ظلم بسیار بزرگی است که ده‌ها سال است این ظلم ادامه داره. این ظلم باید قطع بشود. هر کسی در این جهاد بزرگ، جهاد انسانی، جهاد اسلامی، جهاد وجدانی وارد بشود، ما طرفدار او هستیم، از او حمایت میکنیم، به او کمک میکنیم و به توفیق الهی، به حول و قوه الهی به مقصود خودمون هم نائل خواهیم شد و انشاءالله پیروزی نهایی و نه چندان دیر با مردم فلسطین و فلسطین خواهد بود.